کن مو رو خیس کن که کاملا گرهش باز شد. یه سکشن هم وسط بزن، دو طرف سر و ساید چپ و راستش رو جدا کن. بازم تکرار میکنم، ببین تا هر چقدر تراکم موات زیاد باشه، حجم مو زیاد باشه، باید از سکشن های نازکتر، هر چقدر تراکم مو کمتر باشه، موهاش حجمش کمتر باشه، از سکشن های نازکتر استفاده میکنه. این کار دقت کوتاهی تو خیلی میبره بالا. این وسط بیا یه سکشن جدا کن، اصلا عجله نکن. از جلوی سر میخوایم نوکگیری کنیم دیگه، درسته؟ از جلوی سر یه سکشن انتخاب کن. ببین لیفتش میشه این. بیا جلوتر دوباره با هم ببینیم. شونه میره از انتهای مو گرفته میشه، میاری بالا، لیفتش میکنه. اندازه ای که میخوایم کوتاه کنیم و تعیین میکنیم، کوتاهیمون رو میزنیم. ببین یه دسته از سکشن قبلی میگیرم، یه دسته از سکشن بعدی برای کوتاهی. لیفتم انجام میدم، الگومو دارم، برشمو میزنم. بذار زوم کنم بهتر ببینم. شعاع کششین نسبت به سطح سر. من به همه بچه ها میگم، دوباره هم اینو تکرار میکنم، 1000 بار دیگه هم شده تکرارش میکنم. تویی و انگشتت، این که چه شکلی میخوای بسازی، تویی و انگشتت تو تعیین میکنی. با انگشتت چقدر مو باید کوتاه شه، مو چه شکلی بگیره، کدوم طرفی کشیده شه، همش رو تو تعیین میکنی با انگشت. الگوی اول زدیم، درسته؟ میخوایم سرعت کارمون بره بالاتر. نیامبرش میشه این. اون سکشنی که زدیم و اول شونه میکنم سمت چپ یا سمت